سلام عرض می کنم خدمت همه دانشجویان عزیز. امیدوارم که حال همگی شما خوب باشه. شروع سال تحصیلی جدیدم خدمت همتون تبریک عرض می کنم. امیدوارم که ترم خیلی خوب و پرباری داشته باشید. در خدمتتون هستیم با درس پژوهش عملیاتی 1. صدای من رو داریم بچه ها؟ خیلی خوب، متشکرم. نوزده نفریم بچه ها، الان 11 نفر. 1-2 دقیقه دیگه صبر کنیم جمعمون کامل شه، بعد انشالله کلاس رو شروع کنیم. ورودی 97 است. این الان باید ترم 5 باشیم. ما ترم گذشته همین درس رو با گروه مدیریت امور بیمه داشتیم، درس پژوهش 1 رو، ورودی 97 درس رو داشتم. بعد ترم قبلترش هم با بچه های گمرک داشتم، ورودی 97. این ترم هم در خدمت شما هستم، دانشجویان مدیریت امور بانکی. اگه اشتباه نکنم بانکی بایستی باشین. خیلی دوست داشتم که درس رو به صورت حضوری برگزار می کردیم. مجازی یه مقدار اون ارتباط بین استاد و دانشجو شاید کم باشه، نشه خیلی سوالات بیشتری رو مطرح کرد. ولی حالا ترم گذشته که حالا خدا رو شکر خیلی مشکل خاصی وجود نداشت. کلاس مجازی برگزار شد کلا، غیر از جلسه اول. این جلسه اول اومدیم ترم گذشته دیگه، جلسات بعد به ما گفتن که کلاس بایستی به صورت مجازی برگزار بشه. منتها قبل از عید ما کلاسی برگزار نکردیم به اون صورت، غیر از اون کلاس حضوری برای درس پژوهشی یک کلاسی برگزار نکردیم. اما بعد از عید خب با یه مدت تأخیر کلاس ها رو شروع کردیم به صورت آنلاین. خدا رو شکر کل مباحث هم تونستیم ترم قبل، با اینکه بعد از عید درس رو به صورت جدی شروع کردیم، مباحث هم کلا مطرح کردیم و همه چی به خوبی و خوشی ترم گذشته برگزار شد. برنامه به این صورت بود که ما کلاسامون یه سریاش تقریبا نصفش آنلاین بود، نصفش هم آفلاین. کلاس‌های آفلاین رو خودمون تهیه می‌کردیم، یه سری فیلم‌های تهیه می‌کردیم، بارگذاری می‌کردیم. دانشجوها مطالب رو با این فیلم‌ها حالا یاد می‌گرفتن. یه جلسه هم برگزار می‌کردیم برای حل تمرین و رفع اشکال و این موارد. طی هر جلسه هم بعد از حل تمرین و این مباحث یه سری تمرین هم از دانشجویان ما حالا میخواستیم که توی سامانه بارگذاری کنن. تقریبا فکر کنم 4 سری برای ما تمرین بارگذاری کردن روی سامانه. 4 یا 5 سری بود. بارمش هم به این صورت بود که 10 نمره اختصاص داشت به حل تمرین و تحویل اون، که تقریبا بچه ها اکثرا تحویل میدادن، غیر 1-2 نفر اکثرا تحویل میدادن. یه مدتی هم مشخص میکردیم، میگفتیم مثلا 1 هفته زمان دارید برای حل تمرین و تحویل اون. بچه ها اکثرا رعایت میکردن. یه امتحان پایان ترم هم برگزار کردیم که به صورت کتبی بود. اونم 10 نمره اختصاص داده بودیم که خدا رو شکر با توجه به اینکه بچه ها همگی مباحث رو یاد گرفته بودن تونستن نمره های خیلی خوبی هم از اون امتحان بگیرن. خب
درسم که خب اگه یه شناخت مختصری من خدمتتون بدم، درس به چه نحویه. یه درس کاملا کمیه، پایش هم ریاضیاته. کار میکنیم با معادلات و نامعادلات و تشکیل مدل و حل مدل و منتها به این معنی نیست که اگه یه نفر مثلا ریاضیش ضعیفه، نمیدونم علوم انسانی هست، نتونه از عهده این درس بر بیاد. یه سری متدهای خاصیه، روشهای خاصیه که با تمرین بیشتر قطعا یاد میگیرید. نیاز به تمرین داره. اصلا علت این که من تمرینم برای این درس اختصاص دادم و یه نمره بالایی هم در نظر گرفتم به این خاطره که این درس با تمرین یاد گرفته میشه. شما جزوه رو 10 بارم بخونید ولی برای خودتون 2 تا 3 تا مسئله برای هر مبحثی حل نکنین، درس رو نمیشه یاد گرفت. درسیه که با تمرین یاد گرفته میشه. حتی تو درس ریاضیات هم خب شما تجربه کردین، تا یه مبحثی رو، مسائل مختلفی رو تو مبحث حل نکنین درس رو یاد نمیگیرید. این درس هم به این صورتی که بایستی حتما تمرینات بیشتری رو داشته باشیم برای یادگیری درس. خب درسی هم هست که تو خیلی از رشته ها وجود داره، خصوصا رشته مدیریت. حالا میخواد مدیریت صنعتی باشه که رشته من باشه، رشته مدیریت بازرگانی باشه، مدیریت مالی باشه، مدیریت بیمه باشه، گمرک باشه، همه گرایش‌های مدیریت این درس رو دارن. حتی خیلی از رشته‌های دیگه هم این درس رو دارن. مثلا تو مهندسی، بچه‌های مهندسی صنایع این درس رو حتی بیشتر از ما مطالعه میکنن. بچه‌های مهندسی برق این درس رو دارن. بچه‌های حتی مهندسی کامپیوتر که با مباحث بهینه‌سازی و این موارد سر کار دارن، باید این درس پژوهش عملیاتی رو بلد باشن، نحوه بهینه‌سازی مسائل مختلف. پس تو خیلی از رشته ها این درس مطرحه. توی دانشگاه های مختلف دنیا برین شما بررسی کنیم ببینیم مثلا کدوم دانشگاه ها توی رشته بیزینس، تو رشته منیجمنت، تو رشته انجینیرینگ این درس رو دارن. دانشگاه MIT، دانشگاه منچستر، دانشگاه های مختلف مدیریت، دانشکده های طراز اول مدیریت دنیا رو اگه برید کورساشون رو نگاه کنین درس رو دارن. خیلی درس مهمیه. حالا علتش هم عرض میکنم که چرا درس این همه بهش اهمیت میدم و کورس های مختلفی رو ارائه میکنم برای این درس. خب بچه سوالی ندارین؟ هر کسی سوالی داره میتونه دستش رو ببره بالا، من اجازه میکروفون میدم، میتونه صحبت کنه. حق میکروفون همتون دارید. به اضافه اینکه گاهن تو این قسمت چت من یه سری سوالاتی میپرسم، میتونید تو این قسمت چت هم برای من بنویسید. خیلی خوب. کتابم نیاز نیست تهیه کنید. کتاب من 2 تا کتاب خدمتتون نام بردم، منتها چون شما نیاز به یه سری مسئله داریم برای حل تمرین، فکر کنم اگه 1-2 نسخه تهیه کنیم بد نباشه و عکس بگیرین از اون قسمت مسائل پایان فصل، عکس بگیریم و بین خودتون شیر کنین و یکی حالا مسائل اون فصل رو انتخاب کنیم برای حل تمرین. ادامه این درس این مورد نیاز میشه که تمرین انتخاب کنید برای حل اون موارد. خب
من از تعریف مدل شروع میکنم. مدل رو خب همونطوری که میدونین مدل یک خلاصه ای از واقعیت، یک چکیده ای از واقعیت. مدل عین واقعیت نیست. تو این درس پژوهش عملیاتی اولین کاری که ما بایستی انجام بدیم اینه که بیاییم برای هر مسئله‌ای که باش مواجه هستیم توی دنیای واقعی بایستی براش یک مدل ریاضی تعریف کنیم. مدل ریاضی، متمتیکال مدلینگ، مدل سازی ریاضی. اما یه مدل خلاصه یا چکیده ای از واقعیت. ما انواع مختلف مدل ها رو هم داریم. مدل های شماتیک مثل یه نقشه یک مدل یا یک ماکت، یک شمایی از واقعیت. خود واقعیت نیست، یه خلاصه ای از واقعیت. با این مدل میتونیم یه سری تحلیل هایی رو داشته باشیم، یه سری تصمیم گیری هایی رو داشته باشیم برای مثلا مسافرت، برای مسیریابی تو مدل های شماتیک، یا برای اینکه مثلا تو مدل های ماکت های مختلف از مثلا از یک ساختمان، خب با جابجایی قسمت های مختلف و ماکت میشه تصمیم گیری کرد برای یه تصمیم گیری بهینه در مورد چیدمان قسمت های مختلف ساختمان. خب ما با این مدل ها کار نداریم. با مدل های شماتیک، مدل های نوع دوم مدل های کلامیه. یه جمله هم به عنوان یه مدل تلقی میشه. یک عبارت، یه جمله، مثلا میخواید به یه نفر آدرس بدید، جمله، اون عبارتی که شما میدین اون در قالب یک مدل کلامی محسوب میشه. با این نوع مدل هم ما کار نداریم توی درس پژوهش عملیاتی. تمرکز ما روی مدل‌های نوع سوم یا مدل‌های سمبولیک یا مدل‌های ریاضی. با این مدل‌ها کار داریم. انتزاعی ترین شکل مدل‌ها یا ذهنی ترین شکل مدل‌ها مدل‌های ریاضیه. مدل‌هایی که مد نظر ما هست خیلی ذهنیه. اون مدل ساز هنرش در اینه که اون دنیای واقعی رو بیاد در قالب یه سری نمادهای ریاضی، یه سری توابع ریاضی مدل سازی کنه. یه هنری میخواد، یه سلیقه‌ای میخواد که مدل ساز با شناختی که از اون مسئله دنیای واقعی کسب میکنه بیاد اون مسئله رو در قالب یک مدل ریاضی تشکیل بده و از اون استفاده کنه برای تصمیم گیری توی مسائل مختلف. اما این مدل های ریاضی رو میشه از 3 بعد بررسی کرد. مدل ریاضی یکی از نظر پارامترهاست. پارامترهای یه مدل ریاضی یا معینه یا نامعینه. مثلا شما فرض کنیم مدل بهینه سازی سبد سهام، سبد سرمایه گذاری. پارامترهای مختلفی هست مثلا سود هر گزینه سرمایه گذاری. این داده های ما رو، داده هایی که تو مسئله باش مواجه هستیم رو میگیم پارامترها. مثل سود هر واحد محصول، سود هر واحد گزینه سرمایه گذاری، نمیدونم میزان منابعی که در اختیار داریم. با این موارد در ادامه بیشتر آشنا میشین. همینقدر بدونیم که پارامترها یا معینن، دقیقاً مقدارشون مشخصه، مثلا مقدار سود هر واحد محصول، یا نامعینن به صورت نادقیقاً، یعنی مقدارشون به صورت دقیق مشخص نیست که مثلا ماه آینده سود هر واحد محصول چقدره، قیمت هر واحد محصول چقدره، یا میزان ظرفیت ما برای ماه آینده چقدره، یا مثلا میزان تقاضای فلان محصول تو ماه آینده چقدره. معمولا تو دنیای واقعی پارامترهای ما نامعینن، ولی ما توی درس پژوهش عملیاتی فرض میکنیم که پارامترهای ما همگی معینن. خیلی خوب.
اما از نظر متغیرها مدل‌های ریاضی میتونن به صورت پیوسته، گسسته و 0 و 1 باشن. مدل‌های از نوع پیوسته مدل‌هایی هستن که کل متغیرهاشون پیوسته است، کانتینیوس، یا از نوع گسسته است، دیسکریت یا عدد صحیحه، یا حتی 0 و 1. با این موارد آشنا میشیم. ولی مدلایی توی این درس پژوهش عملیاتی مد نظر ما هست که متغیراش از نوع پیوسته باشه. اما از نظر زمان مدل‌های ریاضی میتونن به ایستا و پویا تقسیم بندی بشن. حالا فرقشون چیه؟ تو مدل‌های ایستا ما بعد زمان رو داخل مدل نمیاریم. بعد زمان رو مثلا نمیگیم مقدار تولید توی ماه اول تو ماه دوم، یه ماه بیشتر نداریم، یه دوره زمانی بیشتر نداریم. اما تو مدل‌های پویا بعد زمان هم میاد وارد مدل میشه. موقعی که بعد زمان رو هم میاریم وارد مدل میکنیم، مدل ما خیلی پیچیده میشه. میزان تولید تو ماه اول، میزان تولید تو ماه دوم، تو ماه سوم، مقدار سرمایه گذاری تو ماه اول، مقدار سرمایه گذاری تو ماه دوم، میگه از فلان سهم مثلا ماه اول اینقدر بخرم، ماه دوم اینقدر بخرم، میزان خرید و فروشم تو ماه‌های مختلف چقدر باشه. اون مدل‌ها میشن مدل‌های پویا. ما با مدل‌های پویا هم کار نداریم. پس مدل‌هایی که ما توی این درس پژوهش عملیاتی باشون کار داریم از نوع مدل‌های معین، پیوسته و ایستا هست. خیلی خوب. ما توی این درس بچه‌ها حالا جلسه آینده ما یه سری مسائل واقعی رو میاییم مدل سازی میکنیم، مدل اون مسائل رو مینویسیم، مدل ریاضیشون رو. بعد از جلسات بعد دیگه میریم سراغ حل مسائل. عمده مباحث ما رو حل مدل‌های ریاضیه. خب پس یکی دو جلسه رو اختصاص میدیم به مدل سازی ریاضی و مابقیش رو هم باید اختصاص بدیم به حل مدل‌های ریاضی. خیلی خوب. اما یه تعریفی هم داشته باشیم از بحث پژوهش عملیاتی. اسم دیگه یه پژوهش عملیاتی هست تحقیق در عملیات. اون زمان ما مالا بچهای صنعتی، بچهای بازرگانی عنوان تحقیق در عملیات استفاده میکنن. اگه بریم مثلا درسشون رو بپرسین میگن ما تحقیق در عملیات داریم، ولی برای شما، برای بچه‌های بانک و بیمه و گمرک و حتی حسابداری و اقتصاد از عبارت پژوهش عملیاتی استفاده میکنن. این دوتا ترجمه عبارت operations research یا حتی operationals research، تحقیق در عملیات. تو بعضیا میان حالا ممکنه خوردن بگیرن بگن این چه ترجمه ایه. در هر حال از این ترجمه پژوهش عملیاتی یا تحقیق در عملیات استفاده میکنن برای این علم مدیریت. حتی بچه‌های مهندسی صنایع هم که این درس رو دارن اونها از عبارت تحقیق در عملیات استفاده میکنن. operations research مخففش هست، خلاصش هست OR یا operations research. خب خلاصه از این به بعد حالا خواستین اسمی از این درس ببرین، اسم این درس هست OR یا operations research، مجموعی از مدل ها و تکنیک های کمی و ریاضی در حل مسائلی که هدف آنها اتخاذ بهترین تصمیمات در سیستم های واقعی هست. خیلی خوب. پس یه جعبه ای از مدل های مختلفه، مدل ها و تکنیک های ریاضیه که از این جعبه استفاده می کنیم برای اینکه یه سری مسائل دنیای واقعی رو مدل سازی و حل کنیم. حالا هدف چیه؟ هدف اینه که بهترین تصمیم رو بهش برسیم. پس هدف
یه تصمیم گیری بهینه هست. تصمیم گیری بهینه هست. ما از این تکنیک های کمی استفاده می کنیم تا به تصمیمات بهینه دست پیدا کنیم. یه تاریخچه هم خدمتتون بگم راجع به این درس تحقیق در عملیات. تحقیق در عملیات بعد از تقریبا هول و هوش جنگ جهانی دوم بود که شکل گرفت، این مباحثش مطرح شد. جنگ جهانی دوم ابتداعاً از تکنیک های بحث تحقیق در عملیات استفاده می‌کردن برای اهداف نظامی. یه سری مسائل نظامی وجود داشت تو جنگ جهانی دوم که دانشمندان این حوزه اومدن یه سری تکنیک هایی رو توسعه دادن به اسم تکنیک های تحقیق در عملیات برای حل یه سری مسائل نظامی. مثلا من چند تا مسئله نظامی خدمتتون بگم یکم بیشتر آشنا بشید. مثلا یکی از مسائلی که انگلیسی‌ها باش مواجه بودن تو جنگ جهانی دوم این بود که به چه صورت مینگذاری کنن، تو چه نقاطی مینگذاری کنن تا بیشترین تلفات رو به جبهه مقابل یعنی آلمانی ها وارد کنن. مکان مین ها رو با چه فاصله از همدیگه جایگذاری کنن، تو کدوم نقاط مین ها رو جایگذاری کنن به نحوی که بیشترین تلفات رو به دشمن مقابل وارد کنن. خیلی مهم بود که فاصله بین مین ها چقدر باشه، مین ها تو کدوم مناطق جایگذاری بشن. یکی از مسائل بود. یه سری دیتا مجبور شدن یه سری دیتا جمع آوری کنن، دیتاهای مربوط به مینهای قبلی و تلفاتی که اون مینها به همراه داشته رو جایگذاری کنن و بر حسب اون اطلاعات بیان مسئله رو حل کنن در قالب یه سری مدل سازی های ریاضی. یا یکی از مسائلی که انگلیسی‌ها باش مواجه بودن این بود که هواپیماهای نظامی انگلیسی موقعی که بر فراز دریا حرکت میکنن و میخوان شلیک کنن به زیردریایی های آمریکایی، این شلیک ها به چه صورت باشه؟ شلیک بمب به زیردریایی های آلمانی به چه صورت باشه که بیشترین تلفات رو به همراه داشته باشه؟ سوالات این بود که اولا ارتفاع هواپیماها بایستی چه سطحی از دریا باشه برای شلیک، اینکه زیردریایی ها تو چه عمقی از آب قرار گرفتن ما شلیک رو انجام بدیم. جزئیات زیادی داره، من میخوام جزئیاتش خدمتتون بگم، جزئیاتش زیاده. مثلا به این نتیجه رسیدن که موقعی که زیردریایی ها به محض اینکه به عمق 3-4 متری آب رسیدن اون موقع بهترین و بهینه ترین زمان هست برای شلیک بمب، چون اگه یه مقدار بیشتر عمق می گرفتن احتمال خطا زیاد می شد، دقت کار می اومد پایین و مجبور بودن با بمبای بیشتری تلفات کمتری رو بر دشمن وارد کنن. خب مثلا اوایل کاربرد بحث تحقیق در عملیات کاملا نظامی بود، کاربردهای صنعتی نداشت. بعد از جنگ جهانی دوم کاربرد بحث تحقیق در عملیات یا OR خب توی صنعت، صنایع مختلف خب هم ورود پیدا کرد و تونست جایگاه خودش رو روز به روز تثبیت کنه، کاربردهای زیادی پیدا کرد. پس توی صنایع مختلف اوایل خب دانشمندان رشته‌های فیزیک و شیمی و ریاضیات و آمار و از این رشته‌ها یه سری از دانشمندان این علم رو اومدن توسعه دادن، دیولپ دادن، تکنیک‌های مختلفش رو اختراع کردن و به مرور این علم خب رشد و نمو پیدا کرد. پدر OR یه فردی هست
به اسم دانتزیگ. در ادامه جلسات آینده با آقای دانتزیگ بیشتر آشنا میشیم. مخترع تکنیکی هست به اسم تکنیک سیمپلکس. سال 1945 آقای دانتزیگ یه شناخته شده ترین چهره توی بحث OR هستن. سال 1945 بود تکنیک سیمپلکس رو ارائه کردن. یه تکنیکیه برای حل مسائل تحقیق در عملیات. با این تکنیک سیمپلکس ما خیلی کار داریم. عمده جلساتمون رو همین تکنیک هست، تکنیک سیمپلکس. من این تکنیک سیمپلکس رو از بچگی، از 6-7 سالگی همین ورد زبونم بوده. حالا عموم رشته مدیریت دولتی بود، موقعی که ما بچه بودیم ایشون لیسانس میخوندم، بعد این سیمپلکس انداخته بودن توی زبون ما، بعد ما مالایی میگفتیم سیمپلکس. من از اون موقع با این واژه سیمپلکس آشنایی دارم. خیلی خدای این چیه سیمپلکس؟ این عموی ما همه فکر و ذکرش، همه درگیری شده سیمپلکس. حالا بریم جلو، انشالله شما هم درگیر میشیم با مبحث سیمپلکس. خب من چیزی رو از قلم جان اندازم خدمتتون، همه موارد و جزئیات رو بگم. خب بس یه آشنایی مختصری پیدا کردیم با بحث OR، اینکه یه مجموعه‌ای از یه پکیجی از تکنیک‌های کمیه برای حل مسائل مختلف صنعتی و مدیریتی، برای اینکه بتونیم به تصمیمات بهینه برسیم. اما یادتون باشه که بچه‌ها تکنیک‌های OR برای هر مسئله‌ای مناسب نیست. تکنیک‌های OR برای مسائلی مناسبه که اون مسائل ساختارشون معلوم باشه. ما دو نوع مسائل داریم. یه نوع مسائل داریم که ساختارشون معلومه، اصطلاحاً میگن مسائل رام. مسائل رام. یه سری مسائل هم داریم که پیچیدن، ساختارشون نامعلومه، اصطلاحاً میگن مسائل چموش، مسائلی که ساختارشون معلوم نیست، مسائل آشفته. مثلا من چند تا مسئله آشفته خدمت شما بگم که این تکنیک های OR اصلا اونجا کاربردی نداره. مثلا مسئله برجام. باید یادتون باشه برجام مثلا یه چند سال طرفین با هم نشستن سر ابعاد مختلف مسئله، سر گزینه‌های مختلفی که روی میز وجود داشت، چندی سال با هم بحث و گفتگو کردن تا آخرش یک بیانیه‌ای به اسم این برجام تونستن به یه تصمیماتی برسن، به یه توافقاتی برسن. این مسئله آشفته است، مسئله بدخیمه. یا مثلا انتخاب شغل. شما میخواین یه شغلی رو برای آیندهتون انتخاب کنید، خب مسئله ساختارش معلوم نیست، ابعادش، متغیراش، خیلی از چیزاش معلوم نیست، درش ابهام هست، آشفتگی هست. این مسئله نمیشه از تکنیک های OR استفاده کرد برای انتخاب شغل آینده یا برای انتخاب مسکن، محل زندگی. یا مثلا بخوام باز مسئله آشفته خدمتتون بگم، مثلا اینکه شرکت برای افزایش سهم بازاریش بایستی بره روی چه آیتم هایی کار کنه، تو چه زمینه هایی وارد بشه. چه زمینه هایی؟ مثلا یک شرکتی بود، من چند وقت پیش داشتم بررسی میکردم، سهم بازاریش رو بده بود پایین. اون شرکت تو حوزه ساخت قطعات هواپیما داشت کار میکرد. حالا براش سوال بود که برای توسعه بیزینسش آیا مثلا بایستی توی زمینه تولید و مونتاژ تجهیزات کشاورزی یا ساخت قایق هم ورود پیدا کنه یا نه، یا مثلا برای خودش بایستی خط بسته‌بندی هم داشته باشه یا نه. این مسائلی هستن که ساختارشون معلوم نیست، استراکچرشون معلوم نیست، مسائل آشفته ای هستن.
از تکنیک های OR خیلی به ندرت استفاده میشه برای این مسائل. اما OR مخصوص مسائلی هست که ساختارشون معلومه. مثلا من یه مسئله خدمتتون میگم، مسئله که ساختارش معلومه. فرض بفرمایید که از نقطه A شهر تهران میخوایم بریم به نقطه B. از نقطه A به نقطه B هم 100 تا مسیر هست، 30 تا مسیر هست، 40 تا مسیر هست. از A میخوایم بریم به B. مثلا از جنوب تهران میخوایم بریم به شمال تهران، شمال غربی تهران. 100 تا مسیر هست. شما ناچارین که مسیر رو انتخاب کنین که کوتاه‌ترین مسیر باشه. از بین این 100 تا مسیر کوتاه‌ترین مسیر رو باید انتخاب کنین. همه این مسیرها مشخصه. مدت زمانی که از هر مسیر، از هر لاین حرکت میکنید، خب اونجا مشخصه. ببین میگن یه مسئله با ساختار مشخص. یا مثلا ببین میگن مسئله کوتاه‌ترین مسیر یکی از مسائل مهم OR. یا مثلا یه مسئله هست به اسم مسئله کوله پشتی. یک کوله‌ای دارین، این کوله یک ظرفیتی داره. میخواین یه سری اجناسی هم دارین، بار این کوله کنین، برین مسافرت، برین خوش بگذرونین. منتها چیزی که هست اینه که کوله‌تون ظرفیتش محدوده. اون اقلام کالایی و وسایلی که دارین خب زیاده، نمیتونید همه رو بار این کوله بکنید. هر کدوم از اون وسایل یک حجمی از اون کوله رو اشغال میکنه. حالا سوال اینه، کوله‌ای با این ظرفیت رو ما داریم، هر کدوم از اون وسایل یه حجمی از کوله رو هم اشغال میکنن. بعد هر کدوم از اون وسایل هم برای شما یک ارزشی هم دارن، یا یک سودی هم برای شما دارن. حالا سوال اینه کدوم یک از این وسایل رو بایستی بار این کوله بکنید به نحوی که کل ارزشی یا مطلوبیت یا ارزشی که شما حاصل میکنید حد اکثر بشه. مسئله کوله پشتی رو تعمیم بدید به یه انبار یا به یک سبد سرمایه گذاری. یک سبدی دارید، سبد سرمایه گذاری، این سبد شما مثلا 1 میلیارد گنجایششه، چون 1 میلیارد پول دارید میتونید سرمایه گذاری کنید. حالا سوال اینه از چه گزینه‌های سرمایه گذاری انتخاب کنید. هر گزینه ریسکای خاص خودش رو داره، بازدهی خاص خودش رو هم داره. این موارد مشخصه کاملا. از کدوم یک از این گزینه‌ها یا اوراق مختلف انتخاب کنید و رو هر کدوم چه مبلغی رو سرمایه گذاری کنید. اگه دقت کنید ساختار مسئله کاملا شسته و رفته است. محفظه کوله ظرفیتش چقدره، هر گزینه ارزشش برای ما چقدره، سودش برای ما چقدره، بازدهیش چقدره، ریسکش چقدره. و حتی ممکنه ناچار بشین که یه سری از این گزینه ها رو یا آیتم ها رو حتما بار کوله بکنید. این به عنوان محدودیت های این مورد شناخته میشه. خب اینم باز یه مسئله بود که خیلی شسته و رفته بود. باز مسائل بیشتری رو خدمتتون میگم که مسائلی هستن که ساختار و ماهیت و ابعادش کاملا مشخصه. به راحتی میشه با تکنیک های ابتداءً مدل سازی ریاضی انجام داد و با تکنیک های مختلف OR حلشون کرد و در نهایت به تصمیم بهینه رسید. حالا خوشبختانه چیزی که هست بچه ها، یکی از فرقای مسائلی که میشه اونها رو با تکنیک های OR حلش کرد و مسائلی که نمیشه اونها رو با تکنیک های OR حلش کرد اینه که تکنیک های OR تو مسائل ساختار یافته به ما جواب بهینه میده. جواب بهینه یعنی جوابی که دیگه بهتر از اون جواب وجود نداره. اما تو مسائل آشفته و بدخیم، تو مسائل اصلا ما جواب بهینه نداریم. مثلا بهترین مکان مناسب برای زندگی کجاست؟ بهترین شغل مناسب شما میریم با تکنیک های غیر OR حلشون میکنین، اما اون
جوابها رو به هیچ وجه نمیتونیم بگیم جوابهای بهینه‌ای هستن، بهترین جوابهای ممکن هستن. میتونیم بگیم جوابهای رضایت بخشی هستن. ممکنم هست که بهتر از اون جوابهایی وجود داشته باشه، ولی ما به خاطر محدودیت هایی که داریم نمیتونیم به اون جوابها دست پیدا کنیم. تو مسائل آشفته مثلا ما کسی میتونه بگه 5 سال پیش کسی میتونست بگه برجام بهترین جواب ممکن بود، بهترین راه حل ممکن بود؟ نه. جواب یک راه حلی بود که بعد از کلی جلسه و کلی مذاکره به اون جواب، به اون راه حل رسیدن و الان که ملاحظه میکنیم میبینیم که خب اون جواب اصلا جواب خیلی خوبی هم نبوده، کلی اشکال داشته. خب حالا خیلی کار نداریم با اون دست مسائلی که با تکنیک‌های OR حل نمیشه و نمیشه اصلا حلشون کرد. دلیلش هم این بود که ساختارشون نامعلومه. خب توی بحث OR ما خب مدل‌های زیادی هست، تکنیک‌های زیادی هست. ما بیشتر با اینطور بگم فقط با نوع خاصی از مدل‌های OR سر کار داریم. اونم اسمش هست برنامه‌ریزی خطی، لینیر پروگرامینگ، برنامه‌ریزی خطی، یا مخففش هست LP. کلا ما با LP سر کار داریم، لینیر پروگرامینگ. نوع ساده ای از مدل‌های ریاضی هست که توابع در آن به صورت خطی است. خیلی خوب. مثلا مدل‌های مختلفی هم داریم، مثلا مدل‌های غیر خطی هم داریم. ما با اون غیر خطیاش کاری نداریم. خب اما فرایند تصمیم گیری و حل مسئله در OR، خب فرض کنین که توی سازمانی هستیم، مثلا هستیم مدیر عامل، یه مسئله هست میخوایم با تکنیک OR حلش کنیم. اولین کاری که میکنیم چیه؟ اولین کار مشاهده است. منظور از مشاهده چیه بچه‌ها؟ مثلا سودتون اومده پایین، سهم بازارتون اومده پایین، میخوایم مثلا ریسک شرکت رو بیاریم پایین. ابتدای کار خب بایستی مشاهده کنین که بعد از مشاهده مسئله‌تون رو تعریف کنین. منظور از مشاهده یعنی چی؟ هر کسی میخواد جواب بده دستشو ببره بالا، من حق صحبت میدم. مشاهده، منظور از مشاهده یعنی چی؟ مثلا میخوایم ببینین توی کارخونه از چه فناوری ها و ماشینالاتی استفاده کنین. یه سری ماشینالات هستن، ماشینالات با فناوری بالا که به محیط زیست آسیب نمیرسونن. یه سری ماشینالات هم هستن که خب درسته ارزونتر هستن ولی این مقدار مخربن. از چه سطح از فناوری استفاده کنیم؟ مسئله ممکنه این باشه. خب همه جوانب و مدارک رو بررسی کنیم. و یعنی چی؟ اصلا من کلی صحبت میکنم، اصلا با OR هم کار نداشته باشیم. اصلا فرض کنین توی زمینه‌ای، توی نمیدونم مدیر هستین یا برای مسئله شخصی یه مشکلی براتون پیش اومده، اولین کار چیه؟ منظور از مشاهده چیه؟ میخواین اون پرابلم رو، اون مشکل رو حلش کنین. این مشاهده بکن، مسئله رو تعریف بکن. این یک و دو تو هر جایی که شما برین، هر مسئله‌ای که باشه یک و دو همیشه هست. یعنی باید هم مشاهده کنین اول، بعد مسئله رو تعریف کنین. منظور از مشاهده بررسی اطلاعات. خیلی خوب، خیلی نزدیک شدین خانم یار احمدی. خب خیلی خوب، کاملا درسته. جمع‌آوری اطلاعات. نگاه کنیم بچه‌ها، شما
برای اینکه یه مسئله رو براش یک راه حل خوب ارائه کنی، ناچارین که تو اون مسئله، تو اون زمینه خاص برین کلی مطالعه کنین، سرچ کنین، مطالعه کنین، با چند تا خبره صحبت کنین تا اون شناخت شما، اشراف شما نسبت به اون مسئله خیلی زیاد بشه. اشراف شما، مثلا یه روانشناس، خب چرا میگن روانشناس؟ بخاطر اینکه نسبت به مثلا بیماری‌های مختلف اشراف داره. حالا درست اشرافش ممکنه کم باشه، ولی بالاخره کلی کتاب خونده، کلی تجربه اندوزی کرده. پس اولین کار اینه که باید بریم مطالعه کنیم، کتاب بخونیم، مقاله بخونیم، سایت‌های مختلف بررسی کنیم، کانال‌های مختلف بریم راجع به اون مبحث اطلاعات جمع آوری کنیم. اینقدر بخونیم تا اطلاعاتمون بروز بشه. حالا اگه بخوایم واقعا دیگه بروز بشیم، باید دیگه بریم سراغ منابع خارجی، مقالات خارجی بخونیم، سایت‌ها، مجلات خارجی بخونیم. این موارد رو بخونیم تا اطلاعاتمون تو زمینه بیشتر بشه. چرا بچه‌ها تو این کشور ما، کشور عزیز ما، این همه مشکلات هست؟ علتش اینه که راه حل هایی که ارائه میشه برای مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، اون راه حل ها ناپخته هست. چرا ناپخته هست؟ به خاطر اینکه اون افرادی که این تصمیمات رو میگیرن، خب شناختشون نسبت به مسئله کمه. اینجور بگم، خیلی هاشون مثلا متخصصین کار نیستن. مثلا طرف الهیات خونده شده متخصص، اونجا گذاشتن برای کار مثلا بودجه. الهیات خونده، معارف خونده شده مثلا رئیس نمیدونم کمیسیون برنامه و بودجه. نمیدونم طرف اقتصاد خونده، این اومده مثلا نظر میده راجع به حباب بازار سرمایه. خب کسی اقتصاد خونده اصلا نمیتونه اظهار نظر کنه راجع به حباب بازار سرمایه. علمیه، باید بچه های مدیریت مالی بیان ارزش گذاری کنن شرکت ها رو، بعد مثلا بگم فلان شرکت بله حباب داره. این کار ارزش گذاری یک خودش کلی داستانه. طرف کلی خونده، کلی شب بیداری کشیده، کلی زحمت کشیده، الان میتونه مثلا اظهار نظر کنه راجع به فلان شرکت، راجع به ارزش شرکت. خب یکی بیاد اقتصاد، یه نفری که اقتصاد خونده، خب این مباحث رو بلد نیست که میاد اظهار نظر میکنه. اینه تو هر زمینه‌ای، تو هر رشته‌ای، تنها کسی میتونه اظهار نظر کنه راجع به مسائل و مشکلات اون حوزه که واقعا تو اون حوزه کار کرده باشه، چندین سال مطالعه کرده باشه، مدارکش رو گرفته باشه، تخصص اون حوزه رو داشته باشه. الان شما متخصص بیمه میخوایم بشین، بیمه، خب شما لیسانس رو بگیرین، فوقم بگیرین، چند سال هم مثلا توی این شرکت های بیمه هم کار کنین و میشین متخصص دیگه. بعد مثلا به جای شما یه نفر که از رشته مثلا مدیریت بازرگانیه وردارن بذارن توی پست مدیریتی، مثلا بذارن رئیس بیمه مرکزی. خب این دیگه ظلمه دیگه. اون طرف اصلا اون مرحله یک رو طی نکرده. مرحله یک مشاهده است، یعنی درسشو بخونه، راجع به اون حوزه متخصص بشه که بتونه مسائل مختلف رو تعریف بکنه، عارضه یابی کنه. خب حالا اگه مسئله بود که اواری بود، تو مرحله سوم بایستی بیاد مدل سازی بکنه، مدل سازی ریاضی. خب مدل سازی ریاضی رو هم من خدمتتون گفتم مفصل کار میکنیم توی یکی دو جلسه اختصاص میدیم به مدل سازی ریاضی. بعد عمده مباحثمون دیگه میره سراغ حل مدل. بعد حل مدل، بعد از حل مدل باید آنالیز حساسیت بکنیم. آنالیز حساسیت یعنی که مثلا بیایم مسئله رو حل کردیم، بیایم مثلا
سود محصولات مختلف رو کم و زیاد بکنیم، ببینیم جوابمون چه تغییری میکنه. سود محصولات رو یا مثلا ظرفیت کوله رو تغییر پیدا کنیم، بعد ببینیم جواب هامون چه تغییری پیدا میکنه، یا مثلا چه بارهایی رو، چه وسایلی رو باید بار کوله بکنیم، یا رو چه گزینه‌های سرمایه گذاری کنیم اگه سود محصولات، بازدهی یا ریسک گزینه‌های مختلف تغییر پیدا کنه. به این میگن آنالیز یا تحلیل حساسیت. بعد از تحلیل حساسیت میشه تفسیر کرد نتایج رو. اون نتایج عددی که قبلا به دست آوردیم تو مرحله 5، اینجا میشه تفسیرشون کرد. مثلا میشه گفت مثلا اگه ریسک گزینه‌ها بره بالا، ریسک گزینه‌ها، بازدهی هاشون بیاد پایین، باید مثلا بریم روی گزینه‌های بنیادی، گزینه‌های مثلا با سود بالا سرمایه گذاری کنیم. میشه تفسیر نتایج. مرحله 5 تحلیل کردیم، گفتیم اگه ریسک گزینه‌ها بره بالا، بازدهی هاشون هم کم بشه، توی مرحله 6 با اون تحلیلی که تو مرحله 5 انجام دادیم به این نتیجه گیری یا کانکلوژن میرسیم که باید بریم سراغ گزینه‌های بنیادی. مثلا الان شاید خیلیاتون حالا در جریان باشین که مثلا بورس ما خب 2 ماه پیش ریسکش خیلی رفته بود بالا، ریسکش. اون موقع خیلی از کارشناسا اومدن آنالیز حساسیت کردن، گفتن ریسکا رفته بالا، بازدهی‌ها اومده پایین، بهتره برید رو گزینه‌های بنیادی مثلا فولادیا، شیمیایی‌ها، پالایشی سرمایه گذاری کنید. اون میشه تفسیر نتایج. تفسیر پیشنهاد اون کارشناسای مالی این بود که مثلا 2 ماه پیش باید میرفتین رو گزینه‌های بنیادی. اون تفسیرشون رو ارائه کردن، اون کارشناسا ارائه کردن. خب مرحله 7، مرحله آخر تصمیم گیریه. اون سرمایه گذارا، اون مدیرای شرکت های سرمایه گذاری، سبدگردانی، مدیرای کارخونه باید تصمیم میگیرن بر حسب اون نتایج و تحلیل هایی که کارشناسا ارائه کردن. این میشه یک تصمیم گیری منطقی، یک تفکر منطقی. اول مشاهده شروع میشه. مرحله 1 و 2 برای همه مسائل مشترکه، حتی مراحل 5 و 6 و 7 هم مشترک برای هر مسئله. مرحله 3 و 4 مختص مسائلیه که با تکنیک‌های اواری حل میشه. خیلی خوب. پس این شد فرایند تصمیم گیری. کاملا علمیه. یعنی که برای اینکه شما به یک راه حل، به یک تصمیم گیری علمی و منطقی دست پیدا کنید، مراحل رو باید طی کنید. یه نفری که متخصص نیست نباید یهو بیاد مثلا مرحله 7 بیاد نظر بده. کسی حق نظر داره، حق کامنت داره که متخصص باشه. خیلی خوب. خلاصش مشکل اصلی ما تو کشورمون اینه که خب زمینه‌های مختلف، صنایع مختلفی رو ما داریم. صنعت پتروشیمی، صنعت فلزات، صنعت ارتباطات، صنعت نساجی، صنعت خودرو، صنعت لاستیک، صنعت فرآورده‌های نفتی، صنعت بیمه، صنعت بانک، صنعت معدنی. تو همه این صنایع بایستی افرادی تو پست‌های مدیریتی قرار بگیرن که تو زمینه‌ها کار کرده باشن. مثلا یه نفری که سالها مدرک امور بانکی داره، نمیدونم کلی هم کار کرده، این فرد رو نمیشه گذاشت مثلا تو صنعت خودرو بشه مدیر. به این فردی که تو صنعت بانک و بیمه کار کرده بخوای فردا بذاره توی مثلا بشه مدیر عامل ایران خودرو، خب با تصمیماتی که میگیره کل سیستم رو نابود میکنه. یا مثلا توی مجلس کسی حق نظر
حق اظهار نظر راجع به مثلا صنعت خودروسازی داره که خب تو اون صنعت کار کرده باشه، صنعت بیمه مثلا کار کرده باشه. کسی که مثلا صنعت این صنایع رو نمیشناسه یه جورایی حق اظهار نظر نداره. مثلا ما الان اینو داریم، یکی مثلا وزیر نمیدونم داشتیم دیگه، وزیر مثلا صنعت بود، این نتونست خوب عمل کنه، ورداشتنش گذاشتنش وزیر رفاه و امور اجتماعی. این کجا اینو با هم میخونن؟ مثلا یکی بود، من یه چند سال پیش بود، مثلا یکی از مدیرای مپنا رو برداشتن گذاشتن توی شرکت ایران خودرو. این نتونست کار کنه. مدیری که تو مپنا تو پروژه‌های نیروگاهی کار کرده نمیتونه بیاد تو صنعت خودرو کار کنه، هرچند این صنایع به هم نزدیک هم هستن. خیلی خوب. خب من از این بحث فاصله بگیرم. یه مقدار بحثای ما خیلی کلی و خیلی پایه‌ای شد. این رو خدمتتون میخوام بگم که ما اصلا هدفمون از آموزش بحث OR، بحث Operations Research، اینه که بتونیم توی مسائل مختلف بهترین تصمیمات ممکن رو بگیریم. پس یه وسیله هست برای اینکه به ما کمک کنه بهتر مسائل مختلف رو آنالیز کنیم، تحلیل کنیم. قدرت تحلیل ما رو میبره بالا و میتونیم تصمیمات بهتری رو بگیریم. حالا مثلا چه خوبه که بعد از اینکه این درس رو یاد گرفتین توی صحبتاتون از واژگان تخصصی این درس هم استفاده کنید. واژگان رو طی یکی دو جلسه آینده خدمتتون آموزش میدم، واژگان تخصصی این درس. خب بس خوبه که زبان این رشته رو بدونید، نحوه حل مسائل رو با این تکنیک، با این بحث OR آموزش ببینین که انشالله در آینده قادر باشین که مسائل مختلف صنعتی و مدیریتی رو آنالیز و بهترین تصمیمات ممکن رو ارائه کنید. اون سطح فکری شما رو میبره بالا، قدرت تحلیل شما رو میبره بالا این درس. هرچند اگه مستقیم از این تکنیک های این درس هم استفاده نکنین، به صورت غیر مستقیم روی طرز تفکر شما تأثیر میذاره. خیلی تأثیر خیلی بارزی داره این بحث Operations Research. علت این که این درسه توی دانشگاه های طراز اول دنیا هم داره تدریس میشه، آموزش داده میشه، خب علتش همینه که این درسه قدرت تحلیل شما رو میبره بالا، هرچند اگه به صورت مستقیم از تکنیک های OR استفاده نکنین. خب اما بخشای اصلی مدل‌های OR یا مدل‌های برنامه‌ریزی خطی، یک، متغیرهای تصمیم. تو هر مسئله ORی ما یه سری مجهولاتی داریم. اون مجهولات میگن متغیرهای تصمیم یا Decision Variables. متغیرهای تصمیم مجهولاتی هست که میبایست در مورد آنها تصمیم گیری کنیم. مثلا اینکه روی هر گزینه چقدر سرمایه گذاری کنیم، روی سهم‌های مختلف چقدر سرمایه گذاری کنیم، کجا رو انتخاب کنیم برای مثلا تأسیس کارخونه، چه وسایلی رو بار کوله بکنیم، چه موادی رو داخل انبارمون نگهداری کنیم، هر کدوم رو به چه مقداری نگهداری کنیم، به چه مقداری بخریم، مقدار تولید ما از محصولات مختلف چقدر باشه. اینا مجهولات ما هست توی مسائل مختلف که متغیرهای تصمیم. خب Decision Variables. بعد پارامتراست. پارامترها هم خب داده های ما را تشکیل میده. مثلا سود هر محصول چقدره، حجمی از فضا رو که لوازم مختلف اشغال میکنه چقدره، ریسک محصولات مختلف چقدره، گزینه‌های مختلف چقدره. اون داده های مسئله رو میگن پارامترها. تقاضای مشتریان چقدره توی ماه‌های مختلف،
قیمت محصولات چقدره، سود هر واحد محصول چقدره، به اینا میگن داده های مسئله. بعد تابع هدف objective function. objective function هم خب هدف اصلی حل مسئله است. هدف مسئله ممکنه حد اکثر سازی سود کل کارخونه باشه یا حداقل سازی هزینه کل کارخونه باشه یا مثلا حد اکثر سازی اون مطلوبیتی که ما حاصل میکنیم از تخصیص اون لوازم داخل اون کوله. چه وسایل رو داخل کوله قرار بدیم که حد اکثر ارزش رو حاصل کنیم، حد اکثر سازی ارزش کل حاصل از حمل کوله، یا مثلا حداقل سازی مسافتی که طی کردیم تا از نقطه A تا به نقطه B برسیم تو مسئله کوتاه‌ترین مسیر. مثلا یه مسئله دیگه هم هست به اسم مسئله فروشنده دوره‌گرد. فروشنده دوره‌گرد مسئلهش به این صورته، این فروشنده یه سری کالاهایی داره، مجبوره مثلا به 10 تا روستا سر بزنه، 10 تا روستا جنساشو تو این 10 تا روستا بفروشه. حالا سوال اینه این روستاهایی که توی نقاط مختلف پراکنده شدن، این بابا فروشنده به چه ترتیبی بایستی از این روستاها عبور کنه، به چه ترتیبی از این بین این روستاها عبور کنه و جنساشو بفروشه به طوری که کل مسافتی که طی کرده حداقل بشه. اینم معروفه به مسئله کوله پشتی، مسئله فروشنده دوره‌گرد. اون مسئله قبلی مسئله کوله پشتی بود، خدمتتون گفتم. یه مسئله هم بود، مسئله کوتاه‌ترین مسیر بود. اون مسئله کوتاه‌ترین مسیر رو با مسئله فروشنده دوره‌گرد اشتباه نگیرید. اینترنت هم هست، بزنید مسئله کوله پشتی و مسئله فروشنده دوره‌گرد و خب یه سوالی چیزی براتون پیش اومد تو این درس، مثلا اون اینترنت هست که بزنید سریع سوالتون پاسخ میده. هرچند ما در خدمتتون هستیم، حالا ولی یه موقع اگه ایمرجنسی یا سوالی براتون پیش اومد میتونید، اینترنت هم هست. زمان ما اینترنت نبود، خیلی محدود بود، ولی الان زمان عوض شده، همه گوشی‌های اندروید و اینترنت های پرسرعت و اون زمان ما تازه اومده بود. تازه گوشی ها بعضی گوشی هاشون میتونستن به اینترنت هم وصل بشن. بعد ما خیلی تعجب میکردیم، گفتیم مگه میشه با گوشی به اینترنت وصل شد؟ بعد دیدیم که میشد با این گستردگی. اصلا بدون اینترنت مگه میشه الان آموزش دید؟ خب بخش بعدی یا بخش آخر محدودیت ها هست، کانسترینتس ها. کانسترینت محدودیت های مسئله. ما یه سری محدودیت هایی رو داریم، الزاماتی رو داریم توی مدل های ریاضی. ما توی دنیای واقع یه سری منابعی داریم، یک سری محدودیت هایی داریم که محدودیت ها رو بایستی حتما رعایت کنیم. مثلا اون کوله مشاهده کردیم که یک ظرفیتی داشت، یا توی مسئله سبد سرمایه گذاری ما یک محدودیت بودجه‌ای داریم، یا مثلا ممکنه که از هر محصول نتونیم تولید کنیم، منابع ما محدوده، مواد اولیه ما محدوده. این منابع رو در قالب یه سری محدودیت ها بایستی بنویسیم به صورت ریاضی. اینا رو خدمتتون میگم. خیلی خوب، پس یه مدل ریاضی 4 تا قسمت داره. من میام به این صورت هم میگم توی بحث مدل سازی ریاضی اینو حتما خاطرتون باشه. اولین کاری که بایستی انجام بدیم اینه که متغیرهای تصمیم رو اول باید تعریف کنیم. موقعی که یک مسئله، یک پرابلمی رو ما به شما میدیم،
میگیم مدل ریاضی این مسئله رو بنویسین، اولین کار تعریف مجهولات یا متغیرهای تصمیم اون مسئله است. x1 x2 xn. n کوچیک تعداد کل متغیرهای ماست. مثلا ممکنه این باشه متغیرهای ما: x1 تعداد تولید صندلی، تعداد تولید میز، نمیدونم تعداد تولید فلان محصول، یا مثلا باشه مقدار خرید محصول اول، مقدار خرید محصول دوم برای شرکت مثلا بازرگانی، یا مثلا توی سبد سرمایه گذاری مقدار x1 مقدار سرمایه گذاری رو گزینه اول، مقدار سرمایه گذاری رو روی گزینه دوم تا گزینه n. این متغیرهای تصمیم ما مجهولات ما هست که بعد از حل مدل مقدار بهینه‌ش رو مشخص میشه. مرحله 2 باید تابع هدف رو بنویسیم. تابع هدف یا به صورت ماکسیموم سازیه، حد اکثر سازی، یا به صورت مینیموم سازیه. این مینیمومه، این داخل پرانتز اون زد و من اضافه نوشتم. مینیموم سازی یا حداقل سازیه، یک متغیریه به اسم z. پس هدف اینه که یک متغیری به اسم z رو یا حد اکثر بکنیم یا حداقل بکنیم. حالا این z ممکنه مثلا سود کل کارخونه باشه، هزینه کل کارخونه باشه، کل مسافتی که ما طی کردیم باشه، کل بازدهی سبد سهام باشه. این z به دنبال حد اکثر سازی یا حداقل سازی متغیر z هستیم. این متغیر z برابر یک عبارتیه به این صورت: c1 ضرب در x1 c2 ضرب در x2 تا الی آخر. مثلا فرض کنیم که سیا ضرایب متغیرهای تصمیم تو تابع هدفه، c1 تا cn شد ضرایب متغیرهای تصمیم رو بنویسین یه جایی. c1 تا cn ضرایب متغیرهای تصمیم در تابع هدف. اون x1 تا xn شد متغیرهای تصمیم. فرض بفرمایید c1 تا cn ما باشه سود هر واحد محصول، c1 سود هر واحد میز، c2 سود هر واحد صندلی. به همین صورت x1 شد تعداد کل صندلی هایی که تولید میکنیم، x2 شد تعداد کل میزهایی که تولید میکنیم. خیلی خوب. حالا میگم شد تابع هدف. تابع هدف یک معادله است. خیلی ساده بخوام خدمتتون بگم، یه معادله است. با یه مثال خدمتتون میگم همین جلسه. بعد قسمت سوم نوشتن محدودیت ها یا کانسترینت هاست. ما یه سری محدودیت داریم. محدودیت ها رو هم اگه نگاه کنین، هر محدودیت یا به صورت معادله است یا به صورت نامعادله است. هر معادله یا نامعادله یه سمت راست یه سمت چپ داره، یه سمت راست. سمت راستش رو با B1 و B2 تا BM نشون میدیم. به این سمت راستشون، به این بیا میگیم مقدار منابع. این رو هم بنویسیم. B1 تا BM رو میگیم مقدار مقادیر سمت راست. این مقادیر سمت راست، یا ممکنه مقدار منابع هم بگن. بیا سمت راست محدودیت ها رو میگن B1 تا BM، یا مقدار منابع یا مقادیر سمت راست. خب پس هر محدودیت میتونه یا به صورت کوچکتر مساوی باشه، یا مساوی باشه، یا بزرگتر مساوی باشه. خب سمت چپشون رو من خدمتتون بگم، من یکم بزرگ کنم قشنگ ببینید. خب A11 ضرب در x1 به علاوه A12 ضرب در x2 تا به همین صورت تا الی آخر.
حالا توی مثال خدمتتون میگم بهتر آشنا میشیم با این ضرایب. به این ایا A11 تا AMN کلا به این ایا میگن ضرایب فنی یا ضرایب تکنولوژیک. به اون سیا میگفتیم ضرایب متغیرها در تاب هدف. به این ضرایب متغیرها در محدودیت ها میگن ضرایب فنی یا ضرایب تکنولوژی. خب به این بیا میگن مقادیر سمت راست. خیلی خوب. کلا چند تا متغیر داریم؟ اینجا یه نفر بنویسه. چند تا متغیره؟ تعداد متغیرها رو با چی نشون میدیم؟ قسمت چت یه نفر بنویسه. خیلی خوب. n تعداد محدودیت ها چند تاست؟ تعداد محدودیت ها بله m تا محدودیت داریم. این سه تا نقطه‌ای که این وسط گذاشتیم یعنی که بازم این وسط محدودیت های هست. همه شما ننوشتیم. اولیش بود این، دومیش بود این، آخریش هم اینه، آخرین محدودیت یا کانسترینت. خب پس بچه خلاصش اینه تاب هدف یا از نوع ماکسیموم سازیه یا از نوع مینیموم سازیه. این که از نوع ماکسیموم سازی باشه یا مینیموم سازی بستگی به جنس زد داره. اگر مقدار بیشتر زد مطلوب من باشه مثل سود همیشه ماکس میخوایم بکنیم اون زد رو، یعنی از ماکس استفاده میکنیم. اما اگه جنس زد منفی باشه مثل هزینه همیشه به دنبال مینیموم سازی اون هستیم. خیلی خوب. مثل این که این زد رو ماکس بکنیم یا مین بکنیم، حد اکثرش بکنیم یا حد اقلش بکنیم، این بستگی به جنس زد داره. یه موقع جنس زد سوده، جنسش مثبته، اونو باید ماکسیموم کنیم. یه موقع جنسش منفیه مثل هزینه، مثل مسافتی که طی کردیم، هر چقدر کم باشه بهتره دیگه، به دنبال مینیمایز سازی اون هستیم. خب این سمت راست تاب هدف هم به ما چی رو میده؟ به ما این مقدار زد رو میده. خیلی خوب. پس شد تاب هدف، متغیرهای تصمیم و محدودیت ها. این نحوه نوشتن مدل ریاضیه. خیلی خوب. بریم یه مسئله هم خدمتتون بگم درسمون جمع بشه. این مسئله دنیای واقعی رو که خیلی مسئله راحتی هم هست خدمتتون مدل سازیش رو انجام بدیم و درسمون جمع بشه. خب من یه 4-5 ماه اصلا کلاس نداشتم، مثلا کلا فضای آموزشی دور بودم. بعد کلاس اولمه دارم تدریس میکنم، یکم شور و شوقم خیلی بالا بود ظاهرا. خیلی دوست داشتم کلاس ها حضوری بود. اینطوری من خیلی دوست ندارم به این صورت باشه. کلاس حضوری بود، میرفتیم دانشکده، شما رو میدیدیم، همکارا رو میدیدیم، کارمندا رو میدیدیم. مثلا فضا کلا فضای آرومی بود، خیلی خوش میگذشت، خیلی ارتباطات فیس تو فیس واقعا حال ما رو خوب میکرد. ولی این فضای مجازی و آنلاین و این فضا واقعا وقتی دور از دانشکده باشیم واقعا خسته کننده و اذیت کننده است. من بعد 8 ماه تازه هفته گذشته بود رفتم دانشکده، بعد 8 ماه رفتم اتاقم اصلا یه کم حال و هوام عوض شد. دانشجو هم نبود، کسی هم نبود. اون همین که با چند تا از همکارانمون صحبت کردیم خیلی خوب بود، عالی بود واقعا. من روزی نیست که دعا نکنم که این شر این ویروس منحوس
کشورمون کوتاه بشه که ما بتونیم کلاسامون رو حضوری برگزار کنیم، شما رو از نزدیک زیارت کنیم. خب شما فکر کنم الان هر کدومتون از یه گوشه ای از کشورمون دارید. الان یکی از اصفهان، یکی از شیراز، یکی از تبریز، چند نفر از تهران. فکر کنم پراکنده باشید. ما تلاش میکنیم که انشالله از این درس نهایت استفاده رو ببرید. خدا رو شکر آزمونش رو پس داده. ما ترم گذشته انصافا بچه ها خیلی بچه های خوبی بودن، بچه های ورودی 97 بیمه خیلی بچه های خوبی بودن. یه گروهی هم توی تلگرام درست کرده بودیم، هنوزم که هنوزه تلگرامه با همه اعضاش پابرجاست. بهشون قولم دادم ترم بعد باشون واردو هم با اونا داشته باشم. بچه خیلی خوبی بودن. عالی بودن. نمره هاشون هم خیلی خوب شد. خب این مسئله رو من خدمتتون بگم، یه نفر بخونه. خب خودتون بخونین، کسی ظاهرا خیلی جالب نباشه کسی بخونه. خب من خودم میخونم. یک کارخانه صنایع چوبی 2 تا محصول تولید میکنه، میز و صندلی. برای تولید این میز و صندلی از 3 تا ماده استفاده میشه: چوب بلوط، چوب کاج و نفر ساعت. مثلا برای ساخت میز 5 واحد چوب بلوط نیازه، 2 واحد چوب کاج، 4 ساعت هم نیروی انسانی. صندلی 2 واحد چوب بلوط، 3 واحد چوب کاج و 2 ساعت نیروی انسانی. کلا چند واحد چوب بلوط داریم؟ 150 واحد. چوب کاج هم 100 واحد داریم، 80 ساعت هم نیروی انسانی داریم. سود هر واحد میز چقدره؟ سود هر واحد میز 12. حالا بگید 12,000 تومان، نمیدونم 12 میلیون، 12 دلار. سود هر واحد صندلی چقدره؟ 8. خیلی قیمته یا سودش بگیم بهتره. سود هر واحد میز 12، صندلی 8. ساختار مسئله کاملا مشخصه. ساختارش، استرکچرش، چه محصولاتی داریم، محصولات مشخصه. اینکه محصولات هر کدوم برای ساخت هر واحدشون به چه مقداری چوب بلوط، چوب کاج و نفر ساعت احتیاج داریم مشخصه. اینکه سود هر واحد محصول چقدره اینم مشخصه. مقدار منابع مشخصه. خب به نظر شما توی این مسئله هدف چی میتونه باشه؟ هدف حد اکثر سازیه یا حد اقل سازیه؟ مسئله کاملا مشخصه. مجهول چیه؟ متغیرهای تصمیم. من توصیه میکنم اولین کارم خدمتتون گفتم توی مدل سازی این مسئله اینه که متغیرهای تصمیم رو تعریف کنید. متغیرهای تصمیم این مسئله چند تاست و جنسشون چیه؟ یه نفر اینجا بنویسه یا یه نفر دستشو ببره بالا. حالا ما هم بعد 5 ماه لااقل صدای یه نفر دانشجو رو بشنویم. اگه یه نفر دستشو ببره بالا یا یه نفر اینجا بنویسه ما ممنون میشیم. سوال اینه چند تا متغیر تصمیم داریم اصلا؟ متغیرهای تصمیم راجع به چی میخوایم تصمیم گیری کنیم و هدف چیه؟ خود مسئله گفته که مقدار بهینه تولید این محصولات باید مشخص بشه.
دو تا متغیر تصمیمه. اولین متغیر دو تا مجهول داریم، x1 این که چند تا میز تولید کنیم، x2 چند تا صندلی تولید کنیم. به جنسش تعداد میز تولید شده، تعداد صندلی تولید شده، یا نامبر، جنسش نامبر، تعداد. خب بعد تعریف تاب هدف. تاب هدف حداکثرسازیه. حداکثرسازی سود کل حاصل از تولید این محصولات. ماکسیموم سازی زد شد سود کل حاصل از تولید این دو محصول. خب من میدم بالا، فایل رو میدم بالا، یه نفر تاب هدف رو بنویسه. سود کل برابر چیه؟ سود کل Z. سود کل این مسئله، سود کل حاصل از تولید این دو محصول رو یه نفر معادلش رو بنویسه. Z برابر بله خیلی خوب، این درستشه. کشاورز درست نوشت. این درستش اینه که به این صورت Z برابر، من کپی میکنم، خیلی خوب. حالا پرانتز نیازی نیست بچه ها، پرانتز نیازی نیست. به این صورت این شد تاب هدف. Z برابر 12x1 به علاوه 8x2. 12 چیه؟ 12 سود هر واحد میزه، 8 سود هر واحد صندلیه. حالا مثلا یه جواب ممکنه این باشه، یه جواب به ما بگه 5 واحد صندلی تولید کن، 5 واحد هم میز. در این صورت زد ما چقدر میشه؟ یه نفر اینجا بنویسه. اگه از هر محصولی هم از میز و هم از صندلی 5 واحد تولید کنیم، زد ما میشه چقدر؟ بله کاملا درسته. اگه x1 رو بگیریم 5، x2 رو هم بگیریم 5، یعنی میز 5 تا تولید کنیم، صندلی هم 5 تا تولید کنیم، سود ما میشه 100. میشه 60، اونم 40، بله 100. کاملا درست. خب به این 5 واحد از میز و 5 واحد از صندلی، این خودش یه جوابه. یه جوابه، بی نهایت جواب داریم. درسته؟ بی نهایت جواب داریم. به این جواب ها میگیم سولوشن. این شد یه جواب. یه جواب اینه که از میز 5 تا تولید کنیم، از صندلی 5 تا تولید کنیم. نمیدونم از اولی اصلا تولید نکنیم، از دومی 100 تا تولید کنیم. و هر کدوم از اینا میگن یک جواب، یک راه حل. ترجمهش هست سولوشن. این سولوشن خیلی مهمه، خیلی توی صحبتاتون استفاده کنید از این سولوشن. هر جایی که رفتین خیلی هم استفاده میشه. ما زیاد استفاده میکنیم، شما هم زیاد استفاده کنید از این عبارت سولوشن. حالا چه تو فضای اواری برای مسائلی که با اوار میشه حلشون کرد، و حتی برای مسائل دیگه، راه حل، جواب، سولوشن. این سولوشن واژه اواریه، بیشتر بچه‌های اوار استفاده میکنن. خب تا به هدف هم نوشتیم. زد شد سود کل. گام سوم نوشتن محدودیت هاست. خب ما چند تا محدودیت باید بنویسیم؟ محدودیت های ما چند تاست؟ محدودیت های ما 1، 2 تا، 3 تا، 10 تا، چند تاست؟ 3 تا محدودیت داریم. محدودیت چوب بلوط، محدودیت چوب کاج و محدودیت نفر ساعت. به ازای هر کدوم از اینها باید یک نامعادله بنویسیم. نگاه کنید بچه ها، ما اینجا نوشتیم
اولی مربوط به محدودیت چوب بلوطه. چوب بلوط چند تا داریم؟ 150 واحد. سمت راستش نوشتیم، اینجا رو بزرگ کنم، 150 تا چوب بلوط داریم. خب این سمت راست. سمت چپ چیه؟ 5x1 به علاوه 2x2. این از کجا اومده؟ هر واحد میز چقدر از چوب بلوط استفاده میکنه؟ 5 واحد. برای ساخت هر واحد صندلی هم 2 واحد چوب بلوط نیازه. بس این ضریب مصرف صندلی و میزه، ضریب مصرفشونه. میگفتیم ضرایب فنی، ضرایب تکنولوژی. خب حالا فرض کنیم که باز از هر محصول 5 تا تولید کنیم. میزان چوب بلوطی که استفاده میکنیم چقدر میشه؟ اگه 5 تا میز تولید کنیم، 5 تا هم صندلی، چه مقدار چوب بلوط مصرف میکنیم؟ یه نفر اینجا بنویسه. x1 تعداد میز باشه 5 تا، x2 تعداد صندلی هم باشه 5 تا، میشه چند تا؟ بله میشه 35 تا. خیلی خوب. ظرفیت ما چقدره از نظر چوب کاج، چوب بلوط؟ کپاسیتی ما، کپاسیتی ما، کپ یک ما یا کپاسیتی ما هست 150 تا. 150 واحد چوب بلوط داریم. خیلی خوب. این سمت چپ میشه چی بچه ها؟ سمت چپ میشه کل مقدار چوب بلوطی که مصرف میکنیم. مثلا برای 5 واحد از هر کدوم از محصولات حساب کردیم شد 35 تا. اگر از هر محصولی 5 تا تولید کنیم، میزان مصرفمون میشه 35 تا. پس این میخوایم بنویسیم، نکته خیلی مهمی. حالا توی این مسئله شاید راحت باشه، ولی مسائل دیگه حتما باید اون مفهوم سمت چپ محدودیت رو باید درکش کنید. مثلا اینجا مفهومش هست مقدار چوب بلوطی که مصرف میکنیم. این بایستی کوچکتر مساوی 150 تا باشه. چرا گذاشتیم کوچکتر مساوی؟ چرا نذاشتیم مثلا بزرگتر مساوی؟ خب این ظرفیت دیگه، که نمیتونیم بیشتر از 150 واحد مصرف کنیم. کلا 150 واحد چوب بلوط داریم، پس نباید از این مقدار بیشتر مصرف کنیم چون نداریم. خاطر همین برای اینکه از این مقدار تجاوز نکنیم، بعد از حل مسئله اینو می‌گذاریم همیشه کوچکتر مساوی. محدودیت دوم هم به همین صورت. محدودیت دوم مربوط به چوب کاجه. ضرایب فنیش هست 2 و 3. 2 و 3 رو میذاریم. 2 و 3. خب اگر از هر محصولی مثلا 10 تا تولید کنیم، 10 تا میز 10 تا صندلی میشه 50. میزان مصرف چوب کاج میشه 50 تا. خب میبینیم که از کپاسیتی یا ظرفیت چوب کاج ما هم تجاوز نمیشه. خیلی خوب. ساعت نیروی انسانی هم به همین صورت. پس سمت راست، سمت چپ مفهومش رو خدمتتون من یه بار دیگه بگم. سمت چپ محدودیت اول مفهومش هست میزان چوب بلوطی که مصرف میکنیم. محدودیت دوم میزان چوب کاجی که مصرف میکنیم. محدودیت سوم سمت راست، سمت چپش مفهومش هست میزان ساعت نیروی انسانی که صرف میکنیم برای ساخت این دو محصول. حالا بسته به اینکه مقدار متغیرها رو ما بهشون چقدر اختصاص بدیم، مقدار این سمت چپ محدودیت ها تغییر پیدا میکنه. در هر حال ما تنها مقداری میتونیم به این متغیرها تخصیص بدیم که از این مقدار سمت
راستشون تجاوز نکنه اون سمت چپشون. خیلی خوب، مثلا به هر دو متغیر بدیم 20. ببینیم کدوم یکی از محدودیت ها نقض میشه بچه ها. 20 تا میز تولید کنیم، 20 تا صندلی. ببینید کدوم یکی از محدودیت ها نقض میشه. اینو خودتون بررسی کنید. یه نفر اینجا بنویسه اگه مثلا هر سش نقض میشه بنویسه 1 2 3 محدودیت 1، کانسترینت 1، کانسترینت 2، کانسترینت 3. اگه از هر دوتاش 20 تا تولید کنیم، اولی که نقض، خب دومی اینا دوتاش نقض میشه. کدوماش؟ فقط سومی نقض میشه. درسته. اگه از هر کدوم 20 واحد تولید کنیم، سمت چپ اولی میشه 140 نقض نمیشه. 140 کوچکتر از 150 است. دومی میشه 40 و 60، این دقیقا میشه 100 تا. سومی میشه 4 ضرب در 20 80، 2 ضرب در 20 40 میشه 120. 120 کوچکتر از 80 نیست. خب پس اگه سولوشن ما x1 باشه 20، x2 اونم باشه 20، تنها محدودیت سوم هست که نقض میشه، یعنی از مقدار کپاسیتی اون منبع تجاوز میکنیم. این یه جواب است. حالا به من بگید آیا این جواب شدنی است یا نه؟ این جواب نشدنیه، اصطلاحاً غیر موجهه. این جواب غیر موجهه. من خدمتتون جلسه بعد آموزش میدم. خب کلش رو ما اینجا خلاصه میکنیم. بعد گامی هم داره. گام چهارم هم من خدمتتون بگم. گام چهارم نوشتن وضعیت متغیر هاست. متغیره های ما هم بزرگتر مساوی صفرن. تو فرض کردیم که پیوسته هم هستن، ولی تو واقعیت گسسته هستن، به صورت عدد صحیح هستن. مثلا ما 1.5 صندلی که نداریم، 2.5 صندلی که نداریم. اینا باید بگه بزرگتر مساوی صفر و عدد صحیح. توی این مسائل، توی این تیپ مسائل میگیرن پیوسته‌ش حل میکنن. خیلی مهم نیست حالا نمیدونم 100 تا میز تولید کنیم یا 100 و نیم تا میز تولید کنیم، خیلی فرقی نمیکنه، میگیریم پیوسته. کلش هم اینجا خلاصه میکنیم. تا به هدف رو میاریم اینجا مینویسیم، تا به هدف، و بعد ست محدودیت هم اینجا مینویسیم. متغیرهای تصمیم رو هم میگیم بزرگتر مساوی صفره. اون مقدار منفی که نداریم برای میز و صندلی. خب وضعیت متغیرها رو هم مینویسیم. فقط اینجا یک استات تی دات هم هست. استات تی دات این هم هست. من میدونم بنویسم subject to مخفف اینه بچه ها. subject to نوشته استات تی دات subject to، یعنی این تا به هدف بایستی subject to بایستی با توجه به این محدودیت ها بهینه بشه. یا اینطور بگم این تا به هدف در معرض این محدودیت ها قرار داره، باید با توجه به این محدودیت ها بهینه بشه. خب حالا یه نفر به من بگه چند تا میز تولید کنیم و چند تا صندلی به طوری که مقدار زد ما حداکثر بشه، سود کل ما چند باید تولید کنیم. چشمی هم شاید بتونید بگید چند تا میز تولید کنیم، چند تا صندلی تولید کنیم به طوری که سود ما حداکثر بشه. این شد مدل ریاضی ما یا مدل برنامه‌ریزی خطی لینیر پروگرامینگ ما. در نهایت شد این. خیلی مسئله شسته و رفته و ساده ای بود.
تونستیم مدل سازی ریاضیش رو به همین راحتی انجام بدیم. اول اومدیم متغیرهای تصمیم رو تعریف کردیم، تا به هدف رو نوشتیم، محدودیت ها رو تعریف کردیم و در نهایت این موارد رو کنار هم دیگه یه جا نوشتیم و رسیدیم به مدل برنامه‌ریزی خطی این مسئله. خیلی خوب، این مسئله رو من هفته آینده خدمتتون حلش هم انجام میدم به صورت ترسیمی. این مسئله رو خدمتتون حلش میکنم. خیلی خوب، 1 ساعت و نیم گذشت، بکنم کافی باشه. 1 ساعت و نیم کافیه. خیلی دوست داشتم حضوری برگزار بشه. خب امکانش نبود. کلاس اون بچه 19 نفریم. 19 نفریم. اگه 1-2 نفر دیگه هم بیشتر می شدیم، یک کلاس یک کلاس پژوهش یک دیگه هم داریم، اونا فکر کنم 26 نفرن. 1-2 نفر دیگه هم به ما ملحق بشن خیلی خوب میشه. چرا؟ دلیلش اینه که زیر 20 نفر رو اصلا یک کلاس 3 واحدی حساب نمی کنن. باید حداقل 20 نفر باشه. خب من یه اسماتون رو نگاه کنم. کشاورز اسماعیلی، خانم اسماعیلی، خانم احسانی، آقای مجدی، خانم ملایی، خانم قلی نجات، سلیمانی، خانم صالحی، خانم امینی، فارسی نوشتین سخته. این یه نفر با 2 تا اکانت اومده وارد شده. رمضان با 2 تا نیایین، یکیشو 2 بار باز کردین. این آدب کانک رو 2 بار باز کردین. یه بار باز کردیم، بعد رفتین یه چای خوردیم، باز اومدیم باز بس شدیم. خب آقای علیزاده نمیتونم بخونم. خانم یار احمدی، خدا. خیلی خوب، یه 2-3 نفرتون اسماتون آشناست. فکر کنم ترم قبلا با من ورداشته بودین، حالا به دلایل رفتین حذف کردین. آره فکر کنم 2 نفرتون ترم قبل ورداشته بودین. خب یه 2-3 نفر غایب داریم. بچه‌ها یه نکته‌ای که هست اینه که خیلی به ما تاکید کردن که دانشجوها رو حضور غیاب کنیم و نسبت به حضور غیاب و این موارد خیلی حساسیت به خرج بدیم. من حالا ترم قبلم خیلی اصلا قبل از اینکه بگم من حساس بودم. کلا من نسبت به حضور دانشجوها خیلی حساسم. حتی یه نمره هم اختصاص میدم به حضور و مشارکت و گرفتن حق صحبت و این موارد. حتی این چت ها من یادمه ترم قبل همه موارد قشنگ یادمه. این موارد خیلی مهمه. تو کلاس هم مشارکت کنین، شرکت کنین. تو این قسمت چت خیلی ایستا نباشین، پویا باشین، فعال باشین و اکتیو و انشالله این درس رو با هم به خوبی و خوشی ببریم جلو و درس رو کامل یاد بگیریم. چون این درس پایه برای درس پژوهش عملیاتی 2. این رو یاد نگیرین، خب اونجا دیگه اصلا یاد نمیگیرین. اگه 1 رو یاد نگیرین اونجا کاملا یاد نمیگیرین. و توصیه‌ام اینه که این درس رو با تمرین بیشتر، فقط و فقط راه چارش اینه که کلاس‌ها رو شرکت کنین،
این فایلایی که خدمتتون بارگذاری میکنم حتی شده مثلا به جای یه بار 2 بار 3 بار گوش کنین، تمرین کنین، تمرین‌ها رو تحویل بدین، درس رو یاد بگیرین که انشالله هم یه نمره خوبی بگیریم و هم ترم‌های آینده به مشکل بر نخوریم. و یه توصیه هم دارم برای کسایی که حالا علوم انسانی بودن، یه مقدار پایه ریاضیشون ضعیفه. حالا علوم انسانی ها حالا با شناختی که من دارم، یه نقطه ضعفی که دارم، فکر میکنن مثلا این درسای کمی هم مثلا اگه 10 بار جزوه رو بخونن 20 بار بخونن یاد میگیرن. اینطوری نیست، این یه برداشت اشتباهیه. راه چارش اینه که تمرین کنین. هرچی تمرین کنین از نظر بحثای ریاضی قوی تر میشین. راه چارش فقط تمرینه. شما اگه همون سال اول و دوم به اضافه حالا سال سوم، مخصوصا اگه اون سال اول و دوم تو درسای ریاضیات و این موارد بیشتر تمرین کرده باشین، خب مسلم خیلی به مرور راه میفتین. من دیدم، خیلی رو دیدم تمرین کردن، کمک گرفتن، نمیدونم حالا ممکنه یکی مثلا کنارشون بوده باشه، برادری، خواهری، دوستی، فامیلی بوده باشه مثلا کمک کنه، خیلی یکم سریعتر راه میفته. ولی چیزی که هست اینه که یه مقدار بیشتر تمرین کنین و این درس هم یه جوری نیست که اگه یه نفر ریاضی ضعیف انسانی هست درس رو نتونه یاد بگیره. اصلا به این معنی نیست نمیتونه یاد بگیرین. کافیه یه مقدار تمرین کنین دیگه. مثلا به ریاضی که بچه ریاضی 2 تا مسئله کار میکنن، شما 10 تا مسئله کار کنین، شما 5 تا مسئله کار کنین، شما نمیدونم یکی بیشتر کار کنین، فکر کنم با 1-2 تا بیشتر حل میشه. خب بعد عرضم به حضور شما که خدمتتونم خسته نباشید عرض میکنم. شروع سال تحصیلی جدیدم مجدد خدمتتون تبریک عرض میکنم. انشالله هر جا که هستید سالم و سلامت در کنار خانواده روزای خوبی رو داشته باشید. وضعیتم انشالله به زود تموم بشه و شما را توی دانشکده زیارت کنیم در کنار همدیگه. انشالله درسایی که هستیم در خدمتتون بنده و همکاران انشالله هرچه زودتر به صورت حضوری برگزار بشه. تو این جلسات آنلاین هم ما همه تلاشمون اینه که کیفیت کار رو ارتقا بدیم. اگه کاستی هست حتما به ما انتقال بدین، خوشحالم میشیم. اگه ضعفی هست، یه راهکاری به ذهنتون میرسه حتما به ما انتقال بدین، خیلی خوشحال میشیم. خب بچه صحبتی ندارین؟ صحبتی؟ خواسته ای چیزی؟ از ما از حضورتون خداحافظی کنیم. خسته هم نباشید. هفته آینده در خدمتتون هستم بچه ها. شاد و پیروز باشین، خسته نباشین. خداحافظ شما.